مقامات جماعت خدایار رجبوی ناحیه واسع جوانیро барои баҳси хонаводагӣ даъват мекунанд, вале ҷавон на ба идораи ҷамоат, балки ба комиссарияти ҳарбӣ бурда мешавад. волидони абдулҳаким шукуров, сокини 26-солаи деҳаи нонҷемасти ин ҷамоат, ки бо ҳамсараш баҳси хонаводагӣ дошт, ин рафтори кормандони ҷамоатро ғайриқонунӣ медонанд. گفتم بچه شده رفتم بچه‌م نیستی گفت که چوی لبوشو خیر گوش بیام زن شما در دوره جماعت خیر چطورن رئیس جماعت نره روی کتی برای بعدش بگی بیاروش دعوانمو شما دمخ نمیدون ندی دعوانمو یگون چی نیورد ندودی یگون گار نگفتم اومده بور کدر بیرون دریا ماشین بیگونه بور کدر اورا در روزی بالیسا خاموندش خود جماعت رفته اورا گفتم رفتن میگه دیگه درکش نیفتیم و شاو درا گفتیم که تلفن شو به خونه را گرفتن اومدن بعد ما ایست گشتیم ولی تلفن رو درکش یافتیم دیگه نه. والدان این جوان از این کردار کارمندان اداره جماعت به دادستانی ناحیه شکایت بردند، ولی دادستان این ماجرا را به دادستانی حربی حواله کرده است. کارمندان جماعت خدایار رجبو اعتراف کردند که این جوان در حال به خدمت سفربر شد که با همسرش بحث خانوادگی داشت، اما اجباراً به خدمت عسکری جلب شدن عبدالحکیم را رد کرده گفتند که به این جوان دعوتنامه فرستاده بودند. خشوش هم میگیرم میویا جماعت اومد مو خشوش خیز فهموندیم اتا اوچش گشتن میدوان دوزاروی او دختن میخیزن یک رو میخیزن قطی جلوش میان در درپیش خونه او دعوا میکنن همسرش خلوص میگیرن همسرش پرچا میزنن او در بالیسن او دوداری که همی شوانده که هم بچه های کو او در شیزو خوبه پویسه دودگیم در دستش بحث خانوادگی میان شوهر و زن در حال سر میزند که همسر عبدالحکیم شکور را طلب میکند رفته در شهر خانه بنیاد کند، اما همسر به دلیل نداشتن پول میخواهد در دهه خانه بسازد. این بحث زن و شوهر با کارزنی، زندانی شدن برادر زن و جلب شوهر به خدمت ارتش انجام یافته است.